در سال 1865 در نوامبر 19 نوامبر نویسنده به نام کارل مارکس در نیویورک تایمز بخش بین‌المللش مقاله‌ای رو منتشر میکنه که در واقع نسخه کاملتر اون رو ما در جزوه معروفش مسئله یهود بعدها میتونیم بخونیم. اما در اون مقاله بخش‌های وجود داره که شاید برای ایرانیان جالب باشه، چون شاید البته مارکس چندین مقاله در مورد ایران نوشته، اما یکی از مهمترین این مقالات در واقع مقاله است که در خصوص یهودیان خاورمیانه نوشته و یک تفکیکی رو بین قسمت‌های مختلف خاورمیانه انجام داده و به ایران هم اشاره کرده. قبلش به این نکته بپردازیم که مارکس هیچ سندی نداریم که نشون بده مثلا مارکس آثار جامعه شناس بزرگ بربر اینجا به معنای قومی است که در آفریقا، در مراکش و تونس زندگی میکردن، ابن خلدون که بسیار بسیار آرای مهمی داره و شاید بسیار قدر نادیده است، چون یکی از بزرگترین دانشمندان یا اولین دانشمند علوم انسانی دنیاست، کسی که تاریخ رو همینجوری که خودش هم توضیح میده به صورت علم میبینه، توضیح میده که تاریخ تا امروز متکی بر یک سری قصه و افسانه برای اونجور که خود ابن خلدون میگه خواباندن شاهزاده ها محسوب میشده، اما میشود از الگوهای تاریخی، از تکرار حوادث، از ماهیت رویدادها و جوامع به یک علم رسید، به شناسایی الگوها رسید. او تفکیک های رو در مورد ویژگی های قبایل و در واقع عشایر، تفاوتش با شهرنشینان، تفاوتش با دهقانان انجام داده که خیلی جالبه. در مورد اینکه چگونه خاندان ها به وجود میان، چگونه رشد میکنن، چگونه صعود میکنن تحقیقاتی کرده. خب ما اینجا این اشاره رو کردیم که برگردیم به کارل مارکس. مارکس خب از یک جای به بعد داشت سعی میکرد که توضیح بده، در واقع پاسخی بده به منتقدانش که خیلی از یافته های او رو در مورد اروپا در واقع وارد نمیدونستن به جوامع دیگر، به خصوص روسیه، ایران، چین و آسیا. خب مارکس البته نتونست، اما سعی داشت میکرد که فارسی یاد بگیره، عبری یاد گرفته بود تا حدی و عربی همچنین. توی اون مقاله مارکس توضیحی میده، تفکیک میکنه، میگه که ما در خاورمیانه اساساً الگویی رو که در اروپا داریم به لحاظ تاریخی، یعنی شکاف بین کار و سرمایه، مراحل پنجگانه و چه نداریم. اما چرا نداریم؟ این بحثش بسیار مهمه. تو گروندریسه هم دوباره راجبش صحبت میکنه، یک جدال قلمی داره با روشنفکران روسیه توی اون کتاب گروندریسه و در واقع این ادامه پیدا میکنه این نبرد تا زمانی که حتی لنین سالها بعد از مرگ مارکس باز دوباره به این تقسیم بندی ها اشاره میکنه. اما مارکس چه چیزی رو توی این مقاله میگه؟ میگه اعراب، خاورمیانه منطقه‌ای است خشک، در نتیجه زیست عشیره‌ای توی اون بسیار قدرتمنده و یک چاره‌ای ندارن انسان‌ها جز این که در ساختار قبیله خودشونو پیدا کنن که بزرگتر از ساختار خانواده است و قدرت نقش متفاوتی رو داره، شمشیر نقش متفاوتی رو داره. در اروپا شمشیر حافظ منافعی است، حافظ نظمی است، نظم اجتماعی است که در واقع تو دوران فئودالیسم نظمیه که شکل گرفته و چینشی است که خب بالاخره هر قبیل، هر در واقع واحد فئودالی سربازانی داره، بعد اینها مجبورن با هم متحد بشن، شاه شکل بگیره و مثلا توی این بره زمان
این سربازان رو، هر کدومشون سربازای رو میدن زیر دست شاه و شاه در برابر تجاوز بقیه واحدها از اونها استفاده میکنه. اما در خاورمیانه خیر. آب کالای بسیار گرانبهایی است، در نتیجه قدرت کسانی که روزی به عنوان دولت انتخاب میشن بسیار فراتر از طبقات هست و دولت ها میتونن طبقات رو حذف کنن و به این دلیل دولت ها شیوه تولید آسیایی رو اسمشون میذاره که دولت ها بسیار قدرتمندن. دولت ها هر چند وقت یه بار از قبایل وحشی شکل میگیرن، میان مراکز و مناطق رو، شهرها رو اشغال میکنن، یک دگردیسی انجام میشه در ساخت طبقات نیرومند هر منطقه. به مرور زمان باید انقدر صبر کنی اینها ضعیف شن و دوباره قبیله بعدی بیاد و پروسه غارت رو از اول انجام بده و این قاعده خاورمیانه رو توضیح میده که میگه بعضی از مناطق انباشتی رو تجربه میکنن و این انباشت ثروت به واسطه جغرافی‌های متفاوتشون، اون ساختار ژئوپلیتیکیشون، یک فرهنگ و یک تمدنی رو میسازه. مثال ایران رو میزنه که برخلاف مصر یا بین النهرین ثبات بیشتری رو داره و این ثبات هویتی رو میسازه، یک روبنای رو میسازه، روبنای تاریخی است که چون در معرض تهاجمه همواره ساختار خودش رو خیلی محکم نگه میداره، چرا که مدام این صحرانشینا حمله میکنن، این هویت هم بخشی از سلاح اینا میشه و ایران رو مثال میزنه و میگه اعراب همچنان این ساختار رو دارن. آن چیزی که روبنای اینها میشه روبنای اسلامی است، روبنای در واقع دینی است که اینها رو متحد نگه میداره و در واقع سنگ بنای هویتشون هم هست. در مقابل ایران در مقابل این دین هویت دیگری رو داره. جالبه که مارکس حتی خیلی پیشتر از اسلام شناسا و چه تفاوت شیعه سنی رو هم درک میکنه، اما اونو توضیح میده به صورت یعنی الگوی تکرار شونده در ادیان که اینها نمیتوانستند دین رو نفی کنن، نمیتوانستند در واقع برخلاف اون نمیتونستن نفیش کنن، نمیتونستن قبولش کنن. پس یک دگردیسی به نام سنت شیعی دارن. توضیح میده که یهودیان در سرزمینی که تجربه دولت مداری غربی رو، اساسا تجربه دولت رو، دیوان رو داره مثل ایران، زندگی خوبی داشتن. مسیحیان همینطور. ایران حتی در امپراتوری که مثلا مثالی که مارکس میزنه صفویه است که اون رو مطالعه کرده، میگه تو اون دوران هم سفرنامه ها رو که میخونیم تعجب میکنی که تو هر شهری یهودی ها دارن زندگی میکنن. حتی بسیاری از ارامنه و یهودیان و حتی بودایی ها پناه میارن به سرزمین ایران چون در شهرهاش این بافت و این امکان زیست چندگانه وجود داره. خشونت بسیار پایین نسبت به حکومت‌های عربی که یک همونجور که ابن خلدون میگه عصبیت به معنای عصبی بودن، نه به معنای پیوند عصبی، پیوند شبکه‌ای مورگی در ایران وجود نداره اما در اعراب وجود داره. اونجا اشاره میکنه که مسئله یهودیان در اون مناطق بسیار دردناکتر از تجربه است که یهودیان در اروپا دارن و حتی روایت هم نمیتونن بکنن. مثال میزنه، میگه مثلا یک جمعیت حدود 10,000 نفری در شهرهای مثل غزه، بیت المقدس، اینها دارن هزاران سال زندگی میکنن اما پدرشون در اومده انواع و اقسام نسل‌کشی ها، بارها مردهاشون رو میبرن میکشن، بچه هاشون رو میکشن و اینها. سنت یهودیت از نظر مارکس به واسطه تجربه سرکوب و همون مسئله هویتی که به واسطه اون دفاع میکنه از، یعنی یک اتحادی رو به وجود میاره، محافظت میشه به عنوان گروه مغلوب و تحت ستم، ابزار این هاست برای تقابل. در واقع توی اون بحث که تو کتاب مسئله یهود هم اشاره میکنه، مارکس خیلی دوچار در واقع اختلاف داره با یهودیانی که با روی کرده یهودی پی در واقع ساخت سرزمین مقدسن، ولی پیشنهادی که میده خیلی متفاوت نیست. میگه ما به هر حال باید بپذیریم تمامی دولت ها حول یک روایت تاریخی، یک روبنایی رو از تجربه تاریخی به دست میارن، روی اون تاکید میکنن، روی اون میمونن و بر این اساس میتوانند که هویت خودشون رو نگاه دارن. یعنی ملت ها چنین دارن شکل میگیرن بر اساس اساطیر و چه بسا که دولت یهود هم بتونه به این صورت شکل بگیره. کجا شکل بگیره؟
اتفاقا باز هم اون چیزی که مارکس میگه، همونجوری که روشنفکران هم دوره مارکس و حتی روشنفکرای قرن 20 هم از این ایده دفاع میکردن، در همون عرض موعود. چرا که هیچ اصالت سرزمینی اونجا وجود نداره، ساختار قبیله‌ای وجود داره، درک ملی وجود نداره. در غیاب درک ملی که اونجا وجود نداره میشود یک درک ملی برای یهودیت ساخت که دوچار تنش و شکاف با قبایل بومی نشه. اون چیزی که حالا بعدها تو قرن 20 رخ داد خلاف این بود. یعنی زمانی که خب این با چند تا زمیندارهای بزرگی که اونجا بودن معامله کردن، زمین‌ها رو فروختن، یهودی‌ها از اینها خریدن. وقتی یهودی‌ها رسیدن گفتن خب این زمین مال ماست، ما خریدیمش. ساکنینش که جمعیت زیادی هستن اینجا رو تخلیه کنن، ما خریدیم، به ما چه، اربابتون به ما فروخته و ما می‌خوایم اینجا شهرک بسازیم. که اونا هم در واقع میخوره به بحر داستان ملت سازی های استعماری قرن 20 و دعوای شروع میشه که هنوز حل نشده. یعنی اعراب بادیه نشین بیشتر از همه مسئله داشتن. اعراب شهری فلسطین بعد از حدود 20-25 سال در دهه 70 در واقع سلاح زمین میذارن، زندگیشون تثبیت میشه. تو کرانه باختری کم و بیش علیرغم استحکاک هایی که دارن حفظ میکنن، ساختارشون رو ادامه میدن، قدرتشون سر جاش میمونه. اما ساختار بادیه‌ای که به خصوص 1968 غزه اشغال میشه در واقع، یعنی از اردن اشغال میشه، اونجا اینها اولش تو 3-4 سال اول اصلا هویت فلسطینی ندارن. یعنی دنبال این نیستن که خودشون رو به سرزمین فلسطین برسونن، اعراب بادیه نشین خان یونس یا رفح. اما بعد از 4-5 سال این هویت هم شکل میگیره. یعنی اینا میگن ما هم اعراب فلسطین هستیم، اگرچه هرگز بین کرانه باختری و غزه اتصال هویتی فرهنگی شکل نمیگیره. به همین دلیله که جابجایی جمعیتی از غزه به کرانه باختری به شدت با واکنش مردم کرانه باختری مواجه میشه، به واسطه اعراب شهری که سنت مدیترانه‌ای دارن، بسیار پیشرفتن، غربیان، مدنیت دارن، در مقابل اعرابی که خب نمیپذیرن اینها، همونجوری که مصری‌ها نمیپذیرن. یعنی به شدت زاویه دارن با اینکه پناهجویان غزه رو بگیرن. اردنی‌ها به همین صورت مسئله دارن. همون مسئله‌ای که شاید امروز در مورد افغان‌ها وجود داره که به واسطه جنگ عقب موندن، فرهنگ بدوی دارن، شهری نشده و جوامع هم اکراه دارن از اینکه اینها رو بپذیرن، که اینها مثلا در واقع به عنوان مثلا ایران دیگه نمونهشه، شما همه پیوندهایی که تاریخی باید داشته باشی داری با اینا، اما نمیپذیریش علیرغم اینکه روایت خودت خدشه‌دار میشه. چگونه است که مولوی ایرانی است اما ساکنین بلخ و بامیان ایرانی نیستند امروز. این در مورد غزه هم شکل میگیره. اون چه که مارکس توی اون مقاله خیلی جالب بهش اشاره میکنه اینه که مسئله‌ای که در خاورمیانه شکل بگیره به راحتی برطرف نمیشه. چرا که ما با یک نظام سرمایه‌داری که عقل ابزاری در اون حکم فرماست روبرو نیستیم. ما با اخلاقیاتی طرفیم که عمیقاً پیوند خوردن با سنت‌های قبیله‌ای، سنت‌های سلحشورانه. و باز اینجا میخوام از مارکس عبور کنم، برسم به 2 تا آدم، یکی محمود درویشه، یکی ادوارد سعید بحث بسیار جالبی رو میکنه. میگه که ما انسان‌های خاورمیانه سوگ رو نمیدونیم کنار بیایم باش. ما اساسا نگاهمون با غربی ها در مورد سوگ، از دست دادن و گذشته متفاوته. انسان غربی گذشته رو خیلی راحت باش کنار میاد، حالا بخشی ساختار الهیاتیشه، تاریخشه، اساسا مرگ رو باش کنار میاد، از دست دادن رو باش کنار میاد. خیلی خیلی انگار، یعنی شما آلمانی که 1951 1952 تو جنازه شهر درستن با 100,000 تا کشته میبینی، تو شباهتی نداره به مثلا انسان فلسطینی یا حتی انسان ایرانی مثلا، که هنوز بهمن 57 نتونسته تحمل فراموش کنه. این نکته بسیار جالبیه. محمود درویش یک نقد تلخی میکنه به این فلسطینی بودنه. میگه که ما مشکلمون 2 تاست، یکی خودمونیم و دیگری این که طرف مقابل ما هم از جنس ماست. این خیلی دردناکه. میگه از جنس ماست، از جنس دقیقاً با همون روی کرد، با همون نگاه. من طرف انگلیسی رو میتونستم باش کنار بیام، اما طرفی که
اونم خاورمیانه دین ابراهیمی داره کنار اومدنی نیستش.